Fayzobod چمپیونی تاجیکستان بهترین پهلوان ناحیه آوازداری فیض‌آباد. حریفیو سید جمال علی مردانوف ناحیه آوازداری تیمور ملک دهه جاروبکل. ایناشون معلومه من همی سید جمال علی مردانوف برادرها توقع گرفتگی. خوش به حال کلی صاحب کانونی برنگ ناموسی دهه پشنگی جماعت پشنگی شهرکی دنگره. خدا هر تانو خورشید جان داوری خالی است آزاد. یه مینوت بشینه تمام. داره یوان است. باوری است که این معرکه در سطح خوب برگزار میگردد و پهلوانان اصیل به میدان دلاوری شامل میگردند. خواهش میکنیم پهلوانان نامدار آن نفرانی که در مقیاس از جمهوری تاجیکستان گشتین میگیرند او پهلوان چهره های شناخته به میدان برارند. مخلصان شما آماده هستید که پهلوانان کلان را ببینید. آفرین یک کفکوبی صمیمی تا کفکوبی نکنه نمیبرایند. یک لحظه التماس مخلصان عزیز همین طرف ورزشکارایی که زیاد میآیند یک لحظه از کارمندان حفظی خود خواهش بگیریم یک لحظه مسابقه مان شود. یک لحظه تا امین میدان کشاد نگردد اینجا هزاران نفر هستند. بگذار برای او هم شانس دهید که آنها تماشا کنند. خواهش میدان کشاد شود کشادتر تا تماشا کنند حلاوت برند. یک لحظه توقف تا لحظه که میدان اگر خالی از مخلص نشود از همین میدان داخل میدان رو در نظر داریم. گوشتی نمیشود. التماس مخلصان همون نورسا همه قفا بیا دارد از خوجمستان برادری ما سهرابی گهیر دیانش باینده بشین. برادرها نفهمیدم نگوید نشنودم نگوید. من پنجمین طبقه که از نامی صاحب کارانی بننگ ناموسی دههی پشنگی شهری دنگره در میدان پرتاخته شد. یکی از شیرانی مردی کلاب زمین از شهر کلاب محمد شریف نظریف گرفت. حریفیو شیربچه بدخشانی ایاز غلام فریاد شیخوف برادری ما ایباد شیخ و پسرش در طلبی آمد. اینا سیا چیه خوشه جان سهراب جان پنجم طبقه اینا چه بگو من محمد شریف نظری از شهر کلاب گرفت. فریاد شیخوف از ناحیه آوازداری ونج شهرکی یزگلام گرفت. یزگلام کلاب اینا شانو چیز هسته بنویس هر تان واسطان پچیری به خدا هر تان اقبال ته میدان از دلیل است. توقع گرفتی که اینا سی خوب مانه. برادرات در گشتینی ملی تاجیکی است که یگان من برادرش باشه بچهش باشه آتش باشه غیری کنکورس من رنگ سالین مانده میشن. من جیانی کماندیر جان رحمان علی ای ناحیه آوازداری رودکی در بین من گوشتینم رفته سای برادر من شیر بچه ها برام یکی از پهلوان شناخته جمهوری مهمان برادری ما سید جلال سیدوف شیر مردی تاجیکستان در بین خوش به حال دادرم خوش آمدی در بین سلام کوب بیا سید جلال سیدوف میشه انه تقریبا برادرها من رحمان علی پهلوان بهترین پهلوان جمهوری از ناحیه رودکی گوشنی شدیدیم. یک کس که غالب آمد یک تشت دوران کرد. بچه جان از ناحیه واسه برادری ما لالا پهلوان جیانش واسه رودکی خدا هر تونه
اقبال ته میدان از دلیل باینده بشینه. مردم، یکی از پهلوانان شناخته جمهوری از ناحیه آوازداری واسه سید جلال سیدوف در بای اکی رمضان اوتی عزیز پیش بلانگولاک بیای عزیز چیک بیای گفتین دوست اکی رمضان برادران، تماشابینان، مهمانان، من که وقتم رفته سای گوشتیم با شیرین شیره سای من از طرفی دست راستی من برادری ما عزیز از من هم یارگش ای پوشینگه یارگش ای وقت برادری ما شهری میدان رمضان کارکنی ارگا پنسیونر بچهش خوش به حال دکی رمضان کی خودت نمیخری بچه رو تاکید میکنی انا با معلومه که همین بچه اوتو داره مرغی خانگی خوردگی ای خوش به حال رمضان جان عزیز 5 تا گلی بیا داره برادرها من همین دولت جان نظریف یک گلی بیا داره یک تنیچیا دوران ای شهری کلوب زمین خطلم زمین وقش ای خل بگم مادریش که پشنگای پشنگ دنگره خوش به حالتون هر میدان از دلیر است خدا هر تون اقبال تیاد انا همیشه بیشینه وایشید میشه برادر پهلوانا بدویا تمام قبول بیشینه من اعلان شد برادران من دادخان پهلوان همیشه باشه بیای طلبگارات آمده یک پر میگه ثبت تلویزیونه معلوم شما برای که کلی مردمی تاجیکستان کلی مردمی جهان ای ثبت تلویزیون دیر میکنه پهلوانا تست بگیره بمرم تانه ابو شاهنا غیرت کن جورا غیرت کنه وقت رفته رنگ خطون شهر بچه پهلوانا بسیار برادرها توی که همش بگیرن سید جمال علی مردانوف تیمور ملک محمد شریف ناحیه آوازداری فیض آباد جهانگیر مجیدوف مومین آباد خسرو علموف وحدت جورا کرامتوف خوجمستان ابو شاهنا تیمور ملک من 3 جفتی بهترین در ماینه حیدر چوغنو کو سفر نکد سودیات بگو اگر نیایی ایناست بگی تمام تز بیا بگو یا دست دو دستی دیگه اعلان کن راست مگه جدا کن یا مهلت تشانو دو دست تمام جهانگیر کتی خسرو علمو دو دستی دیگه غیرتانو کنه با علمدار نشه برادران را گفته نمانیم روزی 22 مارت در شهر ایسار گشتینی کلان 24 مارتم در شهر ایسار گشتینی کلان 23 مارت در ناحیه عبدالرحمن جامی سابق کویبشوف گشتینی کلان مرحمت مخلصان پهلوانان نوری دیده تاج سر
برادرها یکی از پهلوانی حلال 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 خوش به حالت میدان حلال حلال خوش به حالت سید جمال علی مردانوف ناحیه آوازدار تیمور ملک شهرک دهه جارب قل حریفی خودش محمد شریف پهلوانی فیضاواتی که سگ گرگ کشته بود غالب آمد. محمد شریف جان هیچ گپ نه وقتی پهلوان شیر بچه از دست شیر بچه می افتد یگان جایی وایس نیست. خوش به حالت سید جمال